میگه پسر بچه‌ای بود، یه پرنده‌ای داشت که عاشق این پرنده بود. اونقدر این پرنده را دوست داشت و بهش وابسته بود که تا شبان نمیذاشتش پیش خودش خوابش نمیره. میگه خانواده‌اش فهمیده بودن که چقدر این به این پرنده وابسته، ازش سوء استفاده میکردن. میگفتن که هر کاری که ما گفتیم باید انجام بدی باید بگی چشم، وگرنه در قفس ها باز میکنیم این پرنده بره. پسرم به خاطر عشقش میگفت چشم، هر کاری که اونا گفتن انجام داد. میگه یه روز صبح زود برادرش از خواب بیدارش کرد، گفت که برو از فلان چشمه آب بیار. گفت خستم نمیتونم، خوام بخوابم. گفت اگه نری در قفس ها باز میکنم پرنده بره. گفت دیشب خودم در قفس ها باز کردم پرنده رفت. اون که آزاد شد منم آزاد شدم. رفیق، خیلی از آدم هایی که میبینی امروز آرومن آرامش دارن به خاطر این نیست که به آرزوهاشون رسیدن، به خاطر اینه که از آرزوهاشون گذشتن، فراموش کردن. چقدر خوبه که همه چی تو زندگی آدم بی منت باشه، سر وقتش باشه. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. خیلی وقتا میبینی یه بهشت به